سلام، خیلی خوش اومدید به چنل فکت زون. بریم با هم دیگه بلندترین یا بزرگترین دایناسوری که تا الان کشف شده رو ببینیم و بررسی کنیم. شاید دایناسور بزرگی دیگه هم بوده، ولی خب اینی که می‌خوایم بریم دیگه بررسی کنیم دایناسوری بوده که استخوناش کشف شده و اسکلتش بازسازی شده. خلاصه این مامولک بزرگ یا اینکه سوپر سایروس قدش حدوداً بین 30 تا 36 متر بوده و اینکه بلند بودن گردنش باعث می‌شده که خیلی راحتتون از درختای اون موقع تغذیه بکنه و غذا خیلی راحت در دسترسش باشه. و اینا دم بلندی هم داشتن که واسه هم تعادلشون بوده، هم حالا تو حدس و گمانا این بوده که اینو شلاق میزده واسه حفاظت از خودش سلاحش بوده. و اینکه این دایناسورهای خیلی زیبا و قد بلند حدوداً 150 میلیون سال قبل توی آمریکای شمالی زندگی میکردن و اینکه الان هم دیرینه شناسان اونایی که تحقیق میکنن کلا در مورد دایناسور دارن در مورد اخلاقش و حالا سبک زندگیشو که چه جوری تغییر میکنن که دیگه شما تا همه حد حلالتون باشه این استفاده کنین دیگه، بقیه‌اش کاری نداریم. من دارم تحقیق میکنم در موردش چون مثلا فسیلای آنچنانی کشف نشده از این دایناسوره و میگم تا الان بلند قدترین دایناسوریه که تا الان کشف شده، شاید هم بوده تا حالا کشف نکردن. دمتون گرم که تا آخر ویدیو رو با چشمای خوشگلتون نگاه کردین. دیلی آپلود دارم روی چنل، پس سابسکرایب یاد نره بکنی. اگه هم که میخوای مثل این دایناسور نسلت منقرض نشه یه دکمه لایک اون پایین است، اونو فشار بده، هم منو خوشحال میکنه هم منقرض نشی. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، فعلا.